قاعده 152 معنای شفاعت بفهمیم که در لغت و اصطلاح شفاعت در لغت به معنای طلب یک چیز است یا میانجیگری بین دو کس، و در اصطلاح دنیوی وقتی که یک نفر میانجیگری میکنه در بین دو شخص، یک کس محتاج است، تو میری پیش اون شخصی که زوردار است، بر از اون میانجیگری میکنی که همین بیچاره خوب آدم است یا تو برش کار بده یا وظیفه بده. اما شفاعت که است در اصطلاح شریعت فرق میکنه با این شفاعت دنیایی. شفاعت در اصطلاح شریعت امر است که مالک از او الله سبحانه و تعالی هست، مالکش الله هست که کس حق نداره پیش الله بیایه و میانجیگری بکنه مگر یکی الله، که برای بعضی از اشخاص نیک در روز قیامت داده میشه. این مربوط مالکش الله هست، لکن الله برای بعضی از بنده هایش میده که برای گناهکاران مؤمن، گناهکارانی که با ایمان از دنیا رفته باشن، بس اونا چی کنن؟ شفاعت کنن. الله میگه ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. شفاعت فایده نمیکنه به نزد الله مگر بر کسی که الله اجازه بده. پس کسی حق نداره انال شفاعت چند قسم است. یک قسم شفاعت مخلوق در مقابل مخلوق است. شفاعت مخلوق در مقابل مخلوق است. این در امور دنیایی است. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در قصه بریره و شوهرش میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خانم گفت که برای بریره گفت چی میشه که تمی پیشم شوهرت بری؟ او گفت که یا رسول الله مرا امر میکنی؟ یک زن بود شوهرش خوشش نمیاد، از شوهر خود جدا شده بود. رسول الله هم گفت که شوهر بسیار خوب آدم است، اگر پیشش بری. او زن هم صحابیه بود، گفت که یا رسول الله امر میکنی؟ رسول الله هم گفت نه من شفاعت میکنم. گفت وقتی که شفاعت میکنی من به ویش نیاز ندارم. شفاعتی است که یک مخلوق در مقابل مخلوق میکنه. اما شفاعتی که ما و شما میگیم شفاعت دوم، شفاعت است که شفاعت در امور آخرت است. یکی شفاعت توحیدی هست و یکی هم شفاعت شرکی. شفاعت در مقابل خالق دو قسم است، یکی توحیدی هست یکی شرکی هست. شرکیش هم در قرآن گفته شده، توحیدیش هم گفته شده. شفاعت شرکی کدام یکی هست که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. این مشرکین بودن که اینا عبادت میکردن غیر الله را که اونا نفع برشان رسانده میتونن، ضرر هم رسانده نمیتونن، میرفتن سای بت‌ها را پرستش میکردن، قبرها را پرستش میکردن، حیوانات را پرستش میکردن. وقتی که از پیشان پرسان میشه میگه هؤلاء شفعاؤنا، این شفاعتگرای ما هست عند الله، به نزد الله. این شفاعت شرکی هست که مشرکین میکنن. اما شفاعت توحیدی است که مطابق شریعت اسلام باشه، شرایط شفاعت توحیدی در او وجود داشته باشه. این شفاعت توحیدی میگن.